ماشین بعدی. اوه 50 میلیون خرج برا. تو که هنوز کاپوت بالا نزدی. مکانیکی یعنی مکان نیکی. داداش این لیستی که بدون از 12 دقیقه بگیر بیا. یا واش ساسینا یا برفا کن نیم کیلو مرغ دو بس 10 کیلو پیاز. پیاز چرا تو ماشین داره الان؟ شب میمونم از یادم نکو دیگه. شاگرد جان اگه گفتی اینجا کجا؟ چال سرویس دیگه اوستا. نه اینجا مکان خاطرات ان شاء الله براتم خاطره میشه. اوستا می روغن ماشین ما رو عوض کن. از اون روغن نیست که خودت استفاده میکنی. من از این روغن استفاده میکنم. روغن خوراکی اویلا. این چی بود اضافه آمد؟ ولش کن مهم نیست. اوستا ماشین داماده برو. سانتافه؟ سوزوکی. نمیدونم این درم به چقدر بد بسته میشه. خارت خرابه. چی؟ در خارت خرابه. چی داری میگی؟ بابا این درت این خارش خرابه. من خارج عوض کنم. اوستا تو گاراژ دستشویی نداری؟ وقت دستشویی میگه چیکار میکنی؟ همین کار که الان کردم. چیکار کردی مگه؟ میرینم تو ماشین مردم. مشکل چیه؟ تو مکانیکی ما از کجا بدونم؟ ماشین توی ما از کجا بدونم؟ 11 تا باس موتورش کو. اوستا چقدر قیمت تعمیر ماشین زیاد شده که با ما راه بیا دیگه. خب ببر راه بره.